شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آنکه میخواند و دگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آنکه جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین، زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم. پس از آن بودنش الهامگر شد. از آنجا من به دینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او، الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شاداماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میزمان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میهمان کش. بابک چون ملکه اینجا نشستی، بیا با ما. بابک عزیزم. دیدی تنها میدم، آنچه که گفتی شنیدم. از برای خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدی ای آرام جانم، تا کنون وصلت ندیدم. گر به من مهری نداری، میدهی از چه نویدم. یا وفا کن یا جوابم کن، بعد از این کمتر عتابم کن. سرخوش و مست از شرابم کن، همچو دوران گذشته. تا به کی در فکر شور و شر، تا به کی در فکر سیم و زر. لحظه ای در خاطرت آورد، عهد و پیمان گذشته. ای امید زندگانی، تا به کی نامهربانی. گوچه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانی. دیدی ای تنها میرم، آنچه که گفتی شنیدم. از برای خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدی ای آرام جانم، تا کنون وصلت ندیدم. گر به من مهری نداری، میدهی از چه نویدم. شعر اولم که خوندین چقدر زیبا بود. شعر چقدر زیبا بود. شما حدس زدین که اینا تا کی بودی؟ عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم ویگن خیلی حق بزرگی داره به گردن بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6-7 سالم بود، ما خونمون دزاشیب بود،
سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی بر و بازودار و اینا ایستاده، آره، با موی مشکی مجعد و گیتارم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته این قضیه هم که منو شب بردن اونجا. بردن توی زنده ببینیم؟ بردنم که آره ببین، آره یه آهنگ هست مالگینیا. بله مالگینیا که میکشنش 1 دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید. وقت فرمانده جان کی این وقت باش آشنا شدین، از نزدیک و باش در موتل شدین؟ 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از ظهر تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه. اونجا دیده بودمش، از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو. دوست داشتم سازشو حمل کنم براش، مثلا میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمش و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان کش. اینو درست به من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت. یاد ویگن، مرحوم ویگن گرامی. بله. مرسی.